بسم الله الرحمن الرحیم. ستایش خداوندی یکا و یگانه و همتو رو. رسیدیم به دهه اینجا دهه قزلقلعه سر می شود. دهه قزلقلعه نزد مسجدی همین دهه قزلقلعه و در سری راه مادری را با خوردیم که نه اولش ببینیم در تگ افتاب کاروغ اینجا بیش از 35 گرادوس گرمی است. در سری راه کلان منتظری کمکی مردم است. مادر جان گریه نکنید، گریه نکنید خواهر عزیز، اپای عزیز، میمورم در شما. گپ زنین که چی شما را مجبور کرداری افتاب کاروغ در سری راه گدایی میکنید. بچه جانا ما هیچ که ندارم، به خانه بدارم، هیچ که ندارم که من یادم نگاه کنم. من همه بچه بگردم. چی نام دارین شما؟ خاله و امینه. خاله و امینه. بعد شما را یک جای یابیم که یاردم کنیم شما را. همجای افتم ممکنه؟ هر روز هم اینجا میشویم. این خیلی سراغه نداریم که ما شما را کمک بریم. اینا من بیام شما را که نیام همینجا دا بعد ایکی سراغ کنم کجا روم؟ چرا بفهمم خانه داده رو بریم؟ خب میرم خانه دادر تمه قومیم نصیب باشه به امری پروردگار. سوخوزی چیز داره؟ اوزی چنم داره؟ غازی ملیک. غازی ملیک در کجاش دا آبی کیک ده یا کجا ده؟ غازی ملیک خودش ده. غازی ملیک غازی ملیک کلانه آبی کیک ها یا کجا؟ چی تقلی چی؟ ما پس جایی خودم انجام ما پس یعنی. خیلی میویم انشالله رحمان میویم. نیکم اکت هم بگو پیش مچتی اویالی ده یا پیش مچتی آبی کیک ده؟ پیش چیز ده ولی چنم داره؟ نام شا بگو نام اکتا. سفر محمد. سفر محمد فامیلش خلوف ایوام. خلوف سفر محمد میویم انشالله رحمان میویم. خیلی چی گفتنی داری با مردهای سخاوتمند بسیار دنیا ده، بچه‌های زکات دهنده بسیار هم، بچه‌های با ایمان و مومن مسلمان. به خانه بدر و پجارا اکجارا دادر جارا باستاجیه دارانی بردم. با همینجا گدایی میکنی ای پوری جمع کردگی تا کجا میبری چیکار میکنید؟ هر کجا ده؟ هر شب هر کجا ده خواهی کجا ده خواهی خدا خدا نگهبان تو. من شما را پیدا میکنم گریه نکنید نمیرم در شما گریه نکنید صدقه خود خودتان شو نمیردم در شما نکنید گریه برای خدمت کنن اپجا گاه کنم خرام که ما خانه دارم. من میام شمارت من خسلیش دیگه اپجا من میام شمارت نیستینی افتاده بسیار سال کنیه ده کلام رو ولی بگیر نمره تلفن من یک جا ده بنایست بگیر خارجه